عبدالله منه برای که عبدالخالق برفتن من یه آشخونه هات آب ببین. سلام علیکم برادرای گرامی. من حاضر از چهار بچه قشلاق در اومدیم. او خیرتیم برفتیم میگه با همه خلق برونده برفت قشلاق. Сегодня дают Худай, да? Худай честь того, что вот наш вот Фирдауси не утонул. Ну, вода пришел, слава Аллаху, смерть не был, ничего не было. Это несчастный случай не был, слава Аллаху. Аллах сахлаган, да? سالهای 35 ساله کوچیده به این دیار آمدن. باباهای ما من از اون وقت اینجا زندگانی میکنیم. درود به شما تماشابینان. اینجا دهه فردوسی در جمهوری قزاقستان. اهالی تاجیک نشین مکتب تاجیکی زبانشان نیز تاجیکی. 82 سالنده شطوراشون پایدم چوپونی هم کردیم در قزاق. اینه که داده در خصوصی همون اومدم من بچه 10 ساله از خودی همون بچه هم حد ماشین در گوجا پیاده پاها ورم کردن. دقمی آوردن پای دوش گذاشتم من در شب. چند روز آمدم رسیدم دیدم اینجا. در دهه فردوسی زیاده از 3000 اهالی است. 400 خوجگی. یکم می سال 2020 آبانبار دنبای جمهوری ازبکستان صدمه شد. آب به جمهوری قزاقستان همسایه گذاشت و قریب همه این دهه را زیر آب ماند. خدا را شکر سری وقت همه مردم را کوچانیدند. بانگ خطر اعلام شد. مردم در کوچه صحراها میخوابید و بخبر بودند که دهه در چه حال است و مال و کال در چه حال. از تمام قزاقستان شتاب به کمک رسیدند به این مردم. در مدت کوتاه آنها را جایگیر کردند و همه خانه هایشان را از نفسازی کردند. و امروز خدا را شکر توی دارند، یعنی خدایی. این مردم خوب میدانند مصیبت چی است و مصیبت به حکمت نیست. از این سبب ما را نیز دعوت کردند در خرسندی خود تا که به دیگر تاجیکان خبر رسانیم. امروز ما در دهه دوباره ساز فردوسی جمهوری قزاقستان قرار داریم. در این معرکه از تمام گوشه و کنار قزاقستان مهمان ها دعوت شدند. شما وقتی که مکتب ختم میکنید در اینجا کجا خوندن میرید بیشتر؟ ما وقتی که در اینجا مکتب را ختم میکنیم با قوت پرزیدنتی جمهوری از طرفین تاجیکستان به ما داده میشود. رفته از جمهوری تاجیکستان تحصیل کرده میگوییم و این فرزند خلق تاجیک در اینجا درس میگیریم. شما معلم هستید؟ معلم هستم، آموزگار هستم. کدام شهر تاجیکستان کدام شهرش ختم کردید؟ شهر خوجند، دانشگاه دولتی خوجند رو تمام کردیم. ما در زیاده از اینجا امروز مراسمی بسیار دوستی بین دو ملت شده ایستاده است. بین هم جمهوری قزاقستان اینجا ما تاجیکان در اینجا یک مراسم خیلی خوب گذشته ایستاده است. در این جانب وقتی که این خیلی مراسمات به سر ما آمد همه خلق یک جای شده از تای دل حرکت کردن که بسیار چیزاشون گرفته برونده برفتن. مال و چارباه و دیگر چیز کمی ماند اسپید نکردن، لیکن اکثرش خلق یک جای حرکت کردن تمام چارباه رو گرفته برفتن برورده برفت از این دهه.
دنیا دهی فردوسی او درگر منی از طرف ازبکستان ما باوری نکردیم که ما به این درجه میرسیم. وقتی که ما اونجا آوردن ما خیستیم رفتیم اینجا با همه خلق برونده برا بقشتاق ما اولی نکردیم که ما چون میکنیم یکم اولی نه برونده برفته گفتم که دوباره بعد از 15 روز همه گشته اومدیم همین قشلاق ما رو قشلاق با نمونان در اومدن برای خاطر که همه اینجا ارگان های بی خطری ما رو نمونان در اومدن برای خود محافظت کردن کلتش که ما رو محافظت کردن. بعد از یک ماه اومدن اینجا ما در اومدن اینجا شتاب ساستاب کردن که ما بگفتن که هر یک خانه به ما هر یک خانه به ما 17 میلیون میتیم مختوم گفتیم که خب پولتین مختوم خونه میپوشم. دیگه قشلاقایی که بودن 3 قشلاقی همسایه اینها دیگر اختوش بودن که ما به خونه نمیشود ما به خونه پوشیدگی تیار دید اونا به خونه تیار دادن ما قشلاق ما منی فردوسی اگه ارگباس که همسایه ما اینا هم ماهوش گفتن که ما با مبلغ تیر ما خودمون خونه میپوشم. من شکر خدا من هر یک خانه 17 میلیون ما به دادن جایی ویش نیست همش 17 میلیون دادن. من مال خونه پوشیدم گفر دادم. من از تاجیکستان هم اومدم من ما خودگی من به 4 خونه پوشیدن آدمای تاجیکستان فردوسی تاجیکستان اومدن باشکنی که علی نیبره اکو مرشو 3 تاشا اونا بودن یک تا از دوشنبه بود 4 کس ما به 4 خونه پوشید دادن رحمت به اونا رو آتا اومده یادم دادن. رایون دیگه یک 15,000 تاجیک است. سرغاش تا یک اوبلاست دیگه 40,000 45,000 تاجیک. توجیکانی سمرقند هم هستن یعنی که توجیکای همه جای. من مسجد فقط ما. بود دیگه سمرقندی است. توجیکای فارشت میگود. توجیکای ماجر میگود. همون تاجیکای حایت میگود. اینو چی گفتن دیگه پام؟ همون طرف کوهستان ازبکستان ماجر گفته که جا فارش گفته که جا بستان گفته که جا حایتی میگن. فقط یا سال زبانشون دیگه شد دیگه خودشون تاجیک مکتب ازبکی جایشش قزاقه همین که شد سال زبانشون دیگه خیلی ما یک سنتیم موندیم در همین قزاقستان جاگیر شدیم. 82 سال از تقصیر ما در همین وطن قزاق زندگانی کردیم. بیچاره قزاق‌ها سخت ما میگفتن نون آب‌هاشون خوردیم در گرسنگی ها. تولد همینجا نگی ما کلان هستم. شما مهمانی اومدید؟ ما مهمان من میزبانم. من تولد اینجا من میزبان. چمکین اومدم. من اومدم برای خود مهمانا رو پیشواز گرفتن. شما از کجا اومدید؟ ما همین ده اومدیم. ما هم زادگاهی همینجا در همینجا تولد شکستیم لیکن حاضر زندگی و خدمت در دیار ازبکستان. چند سال در ازبکستان هستید؟ زیاده از 33 سال. شما از همه پیری همین ده الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحاب اجمعین. در این ده از سال 1056 سال این طرف ما زندگانی میکنیم. ما همچنان که استاد همین انسان ها هستیم. مهمان
ҳое ки аз ҳамсоягӣ омаданд, яъне ки қазоқҳое ки дар ҳамсоягӣ ҳастанд. рости ин ҷое ки қарор дорем хайма аст, капа аст, миллии қазоқӣ аст. рости ман бори аввал дар омадам افتاد میدارد هوای تازه می یعنی این کاندیسیونر کاندیسیونر این همون یک چیزی میکشید هوا میدارد در کار شد همش میکشید بو میپوشید این همون خود کاندیسیونر هوا به هم میکشید هم شهرک از همون عثمان من همین خلق هر یک امبلمشون همین در امبلم در گربشون در دیگر همین شهرک همین صورت Тәжікстаннан көршілес Диловар деген блогер азамат келіп отыр. Арнайы шапан берейік. Қазақша шапан, қазақша. Тәжікстаннан келген қонаққа. Канеко. Ой, барекелді. Мына қонақтар Диловар. Тәжікстаннан келген Диловар блогерге. Teşekkür. Құтты болсын. انشالله من اولین شوم و رحمت که دعوت ما را قبول کردید. انشالله با این وطنی ما آمده در اینجا. البته ما هم فرزندهای همون وطن مسجدهای کوهی سالهای 35 ساله کوچیده به این دیار آمدن. باباهای ما من از اون وقت اینجا زندگانی میکنیم. همه فرزندهای ما من این نبیره ها در این دولت در این مکان زندگانی تحصیل و علم و زندگانی خود را به پیش میبرند. ما هم از این قشلاق بسیار روحانی ها من که بابای ما روحانی بود دام الله. از همین سبب این قشلاق بسیار به قرآن خوانی و به علم دینی مشغولند و بسیار فرزندهای این دیار در همه ناحیه های قزاقستان کار میکنند، حتی ازبکستان. و خودی من یحیی خوجه اسماعیلوف عبدالله زاده من طول 35,000 همچون سرخطیب در هر یک ناحیه مثل قزاقستان خدمت میکنیم. اولین 15 سال در ولایت جسکزگان همچون سرخطیبی ولایت، 8 سال در ولایت شمالی قزاقستان همچون سرخطیبی ولایت. من اکنون 12 سال میشد. اول در یک مسجد 7 سال و حاضر در مسجد رسکیلد قاجه میگون در شهر نورسلطان همچون سرخطیب کار کرده گشتیم. از ما تولد زندگانی ما اینجا بود. من حالا ما در همون نورسلطان گفتگی شهر زندگانی میکنیم. اکنون این وطنی ما جایی که تولد ما همه وقت آماده میستیم. من امروز شما که دیدید این انجمن این 1 سال 2 سال پیش در این قشلاق ما یعنی آبشویی شده، آفتی کلان شد. طبیعی 4 قشلاق این ناحیه ما در آب رفت. یک قشلاق این قشلاق ما یعنی فردوسی بود. البته برای خلق خیلی مشکل بود. هیچ سر و سرمایه کرده نتونستن. همه خانه ها به آب رفت. در این وقت همچون دولت مستقل پرزیدنت جمهور توقایف قاسم جمارت کمیلولا بسیار یک تشبس کرده برای خلق خیلی خدمت کرد. از آن روز من برای خلق ما همچون تأمینات همچون یاردم از تمام قزاقستان آمد. حتی همون برادرای قزاقی که گرد و گوشه ما زندگانی میکردن همه مسجدها را خالی کردن، مکتب ها را دیگر
مدرسه باشد یا که کارخانه های حتی زبادهای پخته همه ها آدم قبول کردن. اونجا آدم ها رو طعام دادن، جا دادن، جای خوب دادن، نان دادن، همچون یاردم کردن. بسیار مردم خوشحال بودند، خصوصا قزاق‌ها توجیکان رو احترام میکنن. حقا ما همین خصوصا من از 100 سال همسایه هستیم، همچون برادر، همچون دوست، همچون همکار، همچون همقشلاق، رو و آ، هیچ فرقی ندارد. یک دسترخوان، یک شنوخیس، همین زبان خلق همین قشلاق ما بسیار 100% گویم زبان قزاقی را میدانند. حقا یک خیلی قزاق‌های ما را زبان تاجیکی میدانند. من دیدید حاکم های پیش دیگه کارگرها همه آمدنی خلق ما را، آدمای ما را زندگانیشون در همینجا برداشته. من به همین خوشحالی ها، خوشبختی ها رسیدن هوی گفته و خیلی خوشحال میگم من از شما. اینجا به ما همچون از نام خلق تاجیک، از نام خلق بزرگ تاجیک به خلق قزاق رضاگی خود را به همین دستارخوان و به همین رحمت و به همین سخنهای نیک رسانده. این عرفی تاجیکانه است اصلا. از عرفی تاجیکانه چی مونده است در شما؟ توی تاجیکانه میکنه؟ تاجیکی میکنیم. توی تاجیکانه. معرکه همی خیلی تاجیکانه است. بود چه مکتب تاجیکانه است. خیلی از سخنتون معلوم است که حتی لهجهاتون گم نکرده. همه تاجیکانه. زبان تاجیکی. به مردم تاجیک همیشه سر بلند باشن و همچون میدانید که من چند بار با رئیس جمهور جناب امام علی رحمان و پسری آن که از رستمی امام علی هم صحبت بدیم و خوردیم. صحبت های خوب کردن. وطنی اصلی از بابا اجداد ما همه وقت گل افشان، همه وقت آباد، همه وقت همچون یک وطنی که ما همه وقت همچون تاجیکان فخر میکنیم، همین خیلی بودنش میخواهیم، همه وقت در دعا هستیم. سلام ما را من از تاجیکان جمهوری قزاقستان البته به هموطنان میرسانید ان شاء الله.